سلام و درود و رحمت و عافیت به خاندان یکایک شما بینندگان عزیز. شکری پروردگار کریم و منان که باز امروز ما را به دیدار هم رسانید. با تمنای اینکه همگان تن صحت و سلامت هستید، برنامه تحلیلی خبری پیام نیوز را آغاز میکنیم. اینک دقت کنید. نامگوی موضوعهایی که درباره‌شان امروز خواهیم گفت. پیشوا کجاست؟ تاجیکستان را کرونا ویروس کشورداری می کند. نشر گسترده خشتگی فکر می کنی که هستی در شبکه های اجتماعی. خوابگاه دانشگاه دولتی خوجند به نام باباجان غفورов را که در میکرورایون 20 خوجند جایگیر است از دانشجویان خالی کردند. کارشناسان بانک جهانی با نشر گزارش جدید گفتند کرونا ویروس می تواند برای اقتصاد تاجیکستان میان شکن باشد. امروز در جلسه اضطراری ستاد جمهوری جلوگیری از پاندمی ویروس کرونا یا کووید 19 که تحت رهبری نخست وزیر تاجیکستان و رئیس این ستاد قاهر رسولزاده برگزار گردید، تصمیم بر این شد که وجود این ویروس در کشور اعتراف شود. هرچند شمار گرفتاران به مراتب کمتر از آنچه هست اعلان شد، به هر حال از امروز تاجیکستان وارد مرحله نو گردید. حکومت رسما اعلان کرد که این مصیبت به تاجیکستان وارد شده است. مسئله اساسی بحث هم همین است. مصیبتی خرد نیست. تجربه و اعتراف کشورهای گرفتار به این ویروس نشان می‌دهد که بشریت در 70 سال اخیر فاجعه بزرگتر از این را به خاطر ندارد. نشان دهنده بزرگ فاجعه این هم هست که رهبران سطح عالی کشورها مستقیما وارد مسئله شده و با مردمشان صحبت می‌کنند و از جریان مبارزه با این بیماری حسابات می‌دهند. ما شاهدی برآمد و گزارش ها و حتی گریه سروران کشورها بودیم. حکومت تاجیکستان وجود بیماری را تصدیق کرد، اما جرأت نکرد گرفتاری هزاران، مرگ دهها یا شاید صدها نفر را اعتراف کند و به خانواده های آنها تسلیت عرض کند. شمار گرفتاران تنها 15 نفر اعلان شد. هرچند حکومت 2 ماه دراز وجود ویروس در کشور را پنهان کرد تا جشن و مراسم و معرکه های سیاسی اش را برگزار کند، صلاح بود رئیس جمهور امام علی الرحمن نزد مردم می برآمد و وجود ویروس را اعتراف می نمود و به مردم تسلیت می گفت. اما این کار نشد. وجود ویروس را نه نفر اول کشور، نه نفر دومی آن که در این موقع حالا پسر رئیس جمهور رستم امام علی قرار گرفته است و نه حتی نفر سوم یعنی سروزیر قاهر رسولزاده اعلام نکردند و به مردم تسلیت نگفتند. تصمیم بر این شده که معاون وزیر تندرستی این خبر را به مردم رساند، اما این هم نشد. نطاق برنامه خبری شبکه تلویزیونی اعلان کرد. این نشان دهنده سطح مناسبت یک حکومت با مردم کشورش است. امروز تحت ریاست رئیس سروزیر جمهوری تاجیکستان رئیس ستاد جمهوریوی اوید به پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس کووید 19 قاهر رسولزاده جلسه نوبتی ستاد جمهوریوی اوید به پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس کووید 19 برگزار گردید. در جلسه تاکید گردید که طبق معلومات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان 29 اپریل سال 2020 15 حادثه تصدیق شده بیماری سرایتی کرونا ویروس کووید 19 از جمله در ولایت سوخت 10 حادثه و در شهر دوشنبه 5 حادثه از نمونه های بیولوژی حادثه های گمانبر به قید گرفته شده است. با نظرداشت این وضع ستاد جمهوریوی اوید به پرزور نمودن تدبیرهای ضد اپیدمیکی برای پیشگیری انتقال و پنجشنبه سرایتی نوی کرونا ویروس کووید 19
дар ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқи мавҷудияти бемории сироятиро расман эълон намуд. эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳури тоҷикистон, писараш рустамӣ эмомалӣ раиси маҷлиси миллӣ, духтараш озода раҳмон раиси дастгоҳи раисҷумҳур боясти дар сафи аввали мубориза бо ин фоҷиаи миллӣ бошанд, чун вазифаашон аст. аммо 2 ҳафта аст ки аз ин 3 нафар дараке нест. маълум нест куҷо ҳастанд, чӣ ҳол доранд ва ба чӣ кор машғул ҳастанд. кишвар бераҳбарият мондааст ва маълум нест идораи он ҳоло дар дасти кист? қоҳир расулзода ё саймумин ятимов? дар ин 2 ҳафтае ки кулли мардуми кишвар با بزرگترین فاجعه 70 سال آخر دست و پنجه نرم می کند، صدای از امامعلی رحمان و خانواده اش شنیده نمی شود. در حالی که همگی چند روز قبل تر از آن زمان جشن و عیدها آنها کنار مردم بودند. انیقترش مردم را کنارشان جمع آورده بودند تا برایشان ثنا خواند و تعظیم کند. همگی 1 ماه قبل امامعلی رحمان دست پیشی بر به مردم تعظیم کرده گفت که دوستشان می دارد. حالا این دوستداری مردم کجاست؟ مردم کشوری که 30 سال است او و خانواده و خدای و انده بیشمارش را می خوراند به مصیبت گرفتار شده است. کجاست این دوستداری مردم و ملت؟ پیشوا کجاست مردم؟ رستمی امامعلی که لگن بردارانش وطن دوست و کاردان و آبادکار و مردم سالارش می‌خواندند، همگی 2 هفته قبل وقت رئیس مجلس ملی شد دست روی سرقانون قسم یاد کرد که به مردم کشور خدمت میکند و همگی بعد 2 روز قسم یاد کنیش غیب زد. کجاست این وطن دوست؟ کجاست این شهرداری جوان و کاردان که مردم شهر زیر ادارهش گروه گروه میمیرند؟ بیمارخانه ها پر شده است، حتی ورزشگاه ها پر شده رفته ایستاده است. کجاست نفری که پدرش میخواهد حکومتش را به او میراث ماند؟ این پیشواشه کجاست مردم؟ آزاده رحمان را هم مخلصانش زن مهربان و غمخوار، کاردان ملت دوست معرفی میکنند. حداقل 2 گروه فیسبوکی به تعریف و تمجید این مادر مشفق مشغول است. 10 شاعر و نویسنده در حق شعر و غزل نوشته‌اند. تبلیغ آزاده رحمان را در چنان سطح بلندی به راه مانده‌اند که حتی مردم بیچاره باور کرده و به اون نامه داد می نویسد. هر روز چند نامه به نام این خانم رسانه‌ای می شود. کجاست این مادر مشفق و زن حلیم و مهربان که صدها زن و کودک حتی همان مبلغانش گرفتار کرونا شدند و کسی به دادشان نمی رسد؟ دیروز در شبکه‌های اجتماعی نامه پر از فغان یکی از مبلغان همیشگی آزاده رحمان نشر شد که فریاد میزد با خانواده‌اش با کرونا گرفتار است و کسی به دادش نمی رسد. این پیشوا خانم کجاست مردم؟ امامعلی رحمان دامادش شمس الله صاحبوف را صاحبکار وطن دوست معرفی کرده بود. یادتان هست حتی به او آردن داده بود. این صاحبکاری وطن دوست 5 سال است که نیمی بیزنس در تاجیکستان را منپاری کرده ماهانه نکم از 10 میلیون دلار درآمد صاف دارد. حالا وطنی که این صاحبکار دوست می دارد به مصیبت گرفتار شده است. مردمی که تا آخرین درمش را سر از جریمه بازرسی دولتی اتومبیلی تا معلومات نامه طبی برای مکتب به صاحب افتاد، امروز برای خرید 1 نقاب عادی پول ندارد. کجاست این صاحبکار وطن دوست که 1 نقاب برای مردم خریده دهد؟
کجاست جمال الدین نورعلیف؟ کجاست این مونوپولیست که حتی در زمان شدیدترین بحران و گرفتاری هزاران نفر راه غصب کردهش را بیپل نکرد؟ تا به حال مردم در راه خوجند دوشنبه از چندین گذرگاه ها پل داده می گذرند. در همین حالت، در حالی که هر سال این مخلوق خدا 100 میلیون دلار از این راه درآمد میگیرد. انصاف دارد یا نه؟ اقلاً برای همین راه میانش درد کردگی می بود، گپی دیگر بود. کجاست ظریف بیگ دولت و همسرش تهمینه رحمان که واردات چند محصولات خوراکی را مونوپولی کرده اند؟ کجایند رخشانه و فیروزه و زرینه و سامان؟ کجایند اینها؟ کسی خبر دارد؟ اصلا این اولاد بیشمار که مثل کیک و شبوش شمارش وقتهای آخر گم شده بود و خون مردم میمکید، کجاست که یک نفرش پیدا نیست و صدایش شنیده نمی شود؟ می شود با اطمینان کامل گفت که تا از تاجیکستان کنده شدن پای ویروس ما نه صدای آنها را می شنویم و نه چهره های مبارکشان را می بینیم. البته مبارک در درونی ناخنک. مردم تاجیکستان به این خانواده دزد برای نزدش تعظیم کردن و تملق زدن، برایش قصرها ساختن و حسابهای بیشمار آفشاریش را پر کردن لازم بوده است. همین که به سر مردم کلفت آمد، اینها گریختند، نابود شدند. او مردم 2 هفته شده است از پیشوا خبری نیست. گل طرفداران، به خصوص لگندبرداران رئیس جمهور امام علی رحمان، از پرواز او به خوسته افغانستان داستانها ساخته اید و این کاری او را قهرمانی و از جان گذشتگی می نامید. کدام گپ پیدا نشود، در کجای کدام بحثی نبیاید، در حال لگندبرداران میگویند اوی این رئیس جمهور بود که جانش را به کف گرفته به خطر گذاشته با افغانستان برای صلح رفته بود، در حالی که بخطری آن پرواز از طرف چند کشور و سازمان ملل متحد کفالت داده شده بود. اصلا امام علی رحمان هیچ جسارت دیگری از خود غیر همین پرواز نشان نداده است. همین است که آن پرواز 30 سال است یگانه داستان جسارتی رئیس جمهوری تاجیکستان باقی میماند. وگرنه این گونه جسارت ها زیاد می بودند، شمارش را می گفتند، بغیر از این هم می شمردند با انگشت. لیکن متاسفانه وقتی از جسارت گپ زده می شود، انگشت یک بار قطع می شود، دیگر تمام. همین است که او همراه با خانواده‌اش از ویروس فرار کرده و مردم یک کشوری 9 میلیونی را بی رهبر گذاشته است. اصلا طبق قاعده چند هزار ساله دولتداری به تاریخ نگاه کنید. در صورت چنین بی‌جرأتی، در صورت همین خیلی چنین بی‌جرأتی نشان دادن رهبر دولت، نظامی ها وارد کار می شوند و اداره دولت را به دست می گیرند تا خرج و مرج سر نزند. ولی این مخلوق خدا امام علی رحمان توانسته است نه تنها مردم، حتی گنرال ها را هم چنان ترسو سازد که
اگر حتی مرد از جسدش خواهند ترسید. مثل همان داستان حضرت سلیمان و دیوها. این گنرال ها هم امروز در سوراخ ها پنهان شدند. حالا کرونا است که در تاجیکستان کشورداری میکند. بانک جهانی اخیراً در مورد وضعیت اقتصادی تاجیکستان گزارش جدید منتشر کرد. در این گزارش گفته شده است که کرونا ویروس میتواند برای اقتصاد تاجیکستان میان شکن باشد. این خبر را همکارم صفیه شهر داده برایتان از چند خبر و رویدادهای دیگر نیز گزارش ارائه میکند. چند روز پیش یورانیوس درباره واکنش بسیار تند ژاپنی‌ها نسبت سروزیر این کشور گزارش ویدیویی نشر کرد. اصلی واکنش این بود که سروزیر ژاپنیا شینزو آبه در صفحه توییتری خود نواری گذاشته است. در این نوار دیده می شود که شینزو آبه سروزیر ژاپنیا روی صندلی نشسته چای می نوشد، کتاب می خواند و با سگش بازی می کند. با مراجعت به مردم در همین حال سروزیر می گوید که در خانه بمانید. یعنی هدفش از انتشار این ویدیو تشویق مردم به خانه نشستن بوده است. اما انتشار این ویدیو خشم جامعه ژاپنیا را برانگیخت. هشتگ فکر میکنی که هستی از سوی مردم ژاپن در توییتر ترند شد. بر اساس گزارش یورانیوس ژاپنی‌ها معتقد بودند که سروزیر آبه با انتشار این ویدیو کسانی را که حتی در دوران پهنشوی کرونا ویروس مجبور به کار برای تأمین زندگی خود هستند نادیده گرفته است. یکی از کاربران نوشته است وقتی مردم برای زنده ماندن می جنگند آیا باید ویدیویی با چنین تفکر نشان داد؟ فکر میکنی که هستی؟ این همه در حالی است که ژاپن به دلیل مدیریت بسیار موفق همین سروزیر آبه یکی از موفق ترین کشورها در مبارزه با کرونا ویروس به شمار می رود. اما با این همه شینزو آبه به خاطر انتشار این ویدیو از مردم عذرخواهی کرد. با الهام از این خبر طول چند روز است که در شبکه‌های اجتماعی ده‌ها کاربران تاجیک هشتگ فکر میکنی که هستی را در پست‌های خود گذاشته گفتند امروز زمانی آن است که مردم تاجیکستان از ژاپنی‌ها یاد بگیرند و خطاب به امام علی رحمان کنند که در این وضعیت بسیار سخت و دشوار برای مردم در پناهگاه آرام گرفته است. کاربران و فعالان شبکه اجتماعی با دعوت از مردم میگویند باید دیوارهای هراس را شکسته یک بار و برای همیشه با هم باید به امام علی رحمان بگوییم که فکر میکنی کی هستی. بانک جهانی اخیراً در مورد وضعیت اقتصادی تاجیکستان گزارش جدید منتشر کرد. در این گزارش گفته شده است که کرونا ویروس میتواند برای اقتصاد تاجیکستان میان شکن باشد. بنابراین گزارش همه‌گیری طولانی مدت کرونا ویروس، تشدید تنش در تجارت جهانی یا کاهش عمیق‌تر رشد اقتصادی در اقتصادهای بزرگ منطقه از طریق کاهش تجارت، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و ارسال پول بر اقتصاد تاجیکستان تأثیری منفی خواهد گذاشت. کارشناسان این بانک معتقدند که مشکلات ساختاری اقتصادی تاجیکستان نیز بر چشمانداز توسعه این کشور تأثیر می‌گذارد. با باور این کارشناسان مشکلات مدیریتی در شرکت‌های دولتی از جمله در عرصه‌های کلیدی اقتصاد خطرات غیر مستقیم مالی بالایی را به همراه داشته پایداری منبع‌های مالی را تهدید می‌کند. تأخیر در اجرای اصلاحات ساختاری مورد نیاز مرکزانیده شده به بهبود فضای تجاری به عنوان مانع توسعه بخش خصوصی باقی خواهد ماند. ساخت و ساز نیروگاه برقی آبی راغون از حساب بودجه دولتی همچنان تهدید جدی را برای پایداری اقتصادی کلان و کاهش بیشتری هزینه‌های اجتماعی به همراه دارد. اصلاحات در ساحه انداز، برنامه بازسازی بخش انرژتیکا و برنامه اصلاحات بخش اقتصادی در صورت اجرای موفقیت آمیز می توانند در میان مدت به بهبود مدیریت مالی و محیط تجاری کمک کنند. خوابگاه دانشگاه دولتی خوجند به نام باباجان غفورов را که در میکرورایون 20 خوجند جایگیر است از دانشجویان خالی می‌کنند. قرار است بینای خوابگاه را برای جایگزین کردن افراد کرانتین شده استفاده برند. طبق اطلاع منبع پیام امروز 30 اپریل به تمام دانشجویان در خوابگاه امر شده است باغچه خود را جمع کرده خوابگاه را خالی کنند.
یک منبع دیگر گفت که دانشجویان کورس‌های اول، دوم و سوم در تمام کشور از فردا 1 می به خانه‌هایشان جواب داده می‌شوند. همچنین دانشجویان از جمع‌آوری کمک یکسامانی از 20,000 دانشجو در خوجند خبر می‌دهند. آنها عکسی را روانه کردند که با رمز هلال احمر تاجیکستان با نوشته دستی مدد دراز نما در دیوار چسبانده شده است. دانشجویی که این عکس را روان کرد میگوید هرچند کمک گویا اختیاری است ولی از آنها مجبورند جمع‌آوری میکنند و نه یکسامانگی بلکه در هر دانشگاه و حتی فاکولته هر خیل. ساکنان شهر خوجند به پیام نوشتند که هر شام گروهی از مردم شهر و بیمارخانه‌هایی که گرفتاران کرونا را بستری کردند افطار میبرند. کسی از طبیبان حق خارج شدن از بیمارخانه را ندارد و خوراک‌های برده مردم را از تیره‌ها قبول می‌کنند. محدودیت‌ها برای ورود به روسیه برای خارجیان تا آن دم ادامه می‌یابد که وضع اپیدمیولوژی بنابر سبب کرونا ویروس بهتر شود. اما این محدودیت به خارجیانی که در تنظیم و نگهداری تجهیزات وارداتی شرکت می‌کنند تأثیر نمی‌رساند. در این باره میخائیل میشوستین سروزیر روسیه خبر داده گفت قبلا منع ورود خارجیان به روسیه تا 30 اپریل مقرر شده بود اما چاره‌ها لازم است دراز کرده شوند. میشوستین افزود من به قرار حکومت امضا گذاشتم که این مهلت را تا به انجام رسیدن مبارزه بر ضد سرایت و بهتر شدن وضع اپیدمیولوژی تمدید میکند. اما میشوستین تاکید کرد که محدودیت‌ها برای ورود به روسیه به بعضی کاتگوری‌های خارجیان از جمله آن متخصصانی که در تنظیم و نگهداری تجهیزات وارداتی به کشور مشغولند تأثیر نخواهند داشت. یادآور می‌شویم قبلا حکومت روسیه ورود شهروندان خارجی را به قلمروش با مقصد پیشگیری پهنشوی سرایت کرونا ویروس در کشور موقتا محدود کرده بود. منع ورود 18 مارس اعتبار پیدا کرد و تا 30 اپریل پیش بینی شده بود. اکنون تا به مهلت نامعین تمدید شد. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نت پیگیری کنید. هر خبر و رویدادی را شاهد شدید لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. خودتان و پیوندانتان را احتیاط کنید. لطفاً بدون ضرورت به جایهای جمعیتی نروید. در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net